برزیل، کشوری پهناور در آمریکای جنوبی و بزرگترین کشور این قاره با جامعه فوتبال دوست و فوتبالیست پرور، با داشتن اسطوره‌هایی مانند پله افسانه‌ای، رونالدینیوی شاعر، رونالدو نازاریوی قهرمان و نیمار جادوگر که همیشه حرفی برای گفتن در فوتبال دارد. همیشه یک برزیلی در اوج بوده است و هست. پارسال وینیسیوس جونیور از باشگاه ریال مادرید که مدعی اصلی توپ طلا بود و امسال رافائل دیاز بلولی از باشگاه بارسلونا که شانس‌های اصلی توپ طلای فصل 2024-25 می باشد. رافینیا دیاز، متولد 14 دسامبر 1996، مساوی است با 24 آذر 1375 در شهر پورتو آلگرت، شهر رونالدینیوی بزرگ که در آن دوران نوجوانی و کودکی‌اش را سپری کرده است، در ایالت ریو گرانده جنوبی در کشور پهناور برزیل به دنیا آمد. دینش مسیحی و اصالت ایتالیایی دارد. در خانواده بلولی‌ها متولد شده است. بلولی‌ها خانواده از طبقه متوسط جامعه میباشد. اغلب شغلشان حول محور فوتبال متمرکز شد. رافینیا بازیکن توانمند، باهوش بوده، تکنیک خوبی دارد، قدرت بازسازی و شوت‌زنی از بالا را به خوبی انجام می‌دهد. رافینیا که دوران کودکی و نوجوانی سخت را سپری کرده است و با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم کرده است بزرگ شده است. پدر وی موزیسین با درآمد اندک و مادرش خانه‌دار بوده است. وی در 7 سالگی با کمک عمویش و پدرش که یکی از رفیق‌های رونالدینیو بود در جشن تولد رونالدینیوی بزرگ شرکت کرد. وی مجذوب رونالدینیو شد و اسطوره‌اش را رونالدینیو قرار داد و عاشق فوتبال شد. وی قبل از فوتبال تا 18 سالگی در تورنمنت آماتور شرکت می‌کرد، تورنمنتی که در شرایط سخت، خشن و نجات پرستی برگزار می‌شد. اغلب تیم‌های بازنده به تیم‌های برنده تیراندازی می‌کردند، در گرما با بدن برهنه بازی می‌کردند. رافینیا دوران پای فوتبالیش را از تیم نوجوانان آوا اف سی شروع کرد و بعد از مدت راهی تیم دوم ویکتور دیگه مارش شد. و بعد از 2 فصل توپ زدن برای تیم دوم ویکتور دیگه مارش راهی تیم اصلی آن شد و برای 2 فصل برای این تیم توپ زد. مجموعاً 84 بازی انجام داد، 22 گل و 11 پاس گل انجام داد. به ارزش 6.5 میلیون یورو راهی شهر اسپورتینگ کشور پرتغال و ورزشگاه اسپورتینگ لیسبون شد. به مدت 1 فصل برای این تیم توپ زد و مجموعاً 41 بازی، 9 گل و 2 پاس گل انجام داد. به ارزش 21 میلیون یورو راهی فرانسه باشگاه رنز شد که در فصل 2019-20 برای این تیم توپ زد و مجموعاً 36 بازی انجام داد، 8 گل و 6 پاس گل داد. به ارزش 18.6 میلیون یورو راهی لیدز یونایتد با پیشنهاد دوست صمیمیش برونو فرناندز شد و به مدت 2 فصل برای این تیم توپ زد که مجموعاً 67 بازی انجام داد و 17 گل و 12 پاس گل انجام داد. بعد از 2 فصل فوق‌العاده‌ای که در لیدز یونایتد و لیگ برتر انگلیس داشت، همچون باشگاه بایر مونیخ، منچستر یونایتد، چلسی، لیورپول، آرسنال و تاتنهام خواهان جذب رافینیا دیاز بودند. با بند 25 میلیون یورویی داشت، اما باشگاه بزرگ و مطرح که دنبال آن بودند، باشگاه بارسلونا مجبور به پرداخت 67 میلیون یورو شد و با قرارداد 5 ساله تا 2027 با این بازیکن قرارداد بست. از سال 2022 تا الان برای باشگاه بارسلونا توپ می‌زند، مجموعاً 45 پاس گل و 54 گل زده است در 141 بازی. این فصل فوق‌العاده فصل 2024 و 2025 بود که مجموعاً 54 بازی انجام داد. در این فصل 34 گل و 22 پاس گل داده است که نامزدهای اصلی توپ طلای این فصل میباشد. رافینیا برای تیم ملی برزیل هم توپ زده است. از 2021 تا الان برای تیم ملی برزیل بازی کرده است که 33 بازی، 11 گل و 7 پاس گل داده است. همچنین که می‌دانید رافینیا اصالت ایتالیایی دارد و پدر بزرگش اهل ایتالیا می‌باشد. رافینیا می‌تواند برای تیم ملی ایتالیا همچنین بازی کند، اما به دلیل آماده نشدن پاسپورت نتوانست برای تیم ملی ایتالیا بازی کند. در مصاحبه اخیر رافینیا گفته است: من خیلی خوشبخت و خوشحال هستم که پاسپورتم در آن زمان درست نشد و الان برای تیم ملی برزیل بازی میکنم.
رافینیا دیاز با باشگاه اسپورتینگ لیسبون توانست به 2 عنوان قهرمانی تاچو د پرتغال، جام حذفی پرتغال و تاچو د لیگ کاپ پرتغال، جامی بین قهرمانی لیگ یکم و دوم پرتغال برگزار می‌شود را فتح کند. همچنین رافینیا بعد از پیوستن به باشگاه بارسلونا در فصل اول 2022-23 زیر نظر ژاوی هرناندز توانست یک لالیگا یا یک سوپرکاپ را با شکست دادن رقیب دیرینش یعنی ریال مادرید کسب کند. در فصل 2024-2025 توانست یک سوپرکاپ با شکست دادن ریال مادرید با نتیجه 5-2 و یک کوپا دل ری با شکست دادن ریال مادرید با نتیجه 3-2 توانست 2 جام دیگر را هم به افتخارات خود بیاموزد و همچنین افتخارات فردی رافینیا دیاز بهترین بازیکن ویکتور دیگو مارش در سال 2017 و تیم منتخب کوپا آمریکا در سال 2024 می باشد و همچنین امسال می تواند به احتمال 90% لالیگا را دوباره فتح کند و یک جام دیگر در افتخارات خود بیفزاید. مهمترین نقل قول‌های رافینیا دیاز: 1. بازی کردن برای بارسلونا از دوران کودکی رویای من بود. این رویای خانواده و دوستان من است. هر کسی در کودکی بازی کردن مرا دیده باشد از رویایم اطلاع دارد. بازی کردن برای بارسلونا تحقق آن رویای دوران کودکی است. من به بارسلونا کمک خواهم کرد تا به دوران افتخارآمیزش برگردد. 2. از وقت جوان بودم فوتبال همان چیزی بود که عاشقش بودم. ما هر وقت آزادگیر می آوردیم سریع به خیابان می رفتیم تا فوتبال بازی کنیم. خیلی وقت پول اتوبوس نداشتیم و اغلب مجبور بودیم از مردم توی خیابان چیزی برای خوردن بخوایم. بعضی وقتها جواب میداد، بعضی وقتها نه. من به این موقع مشکل نداشتم چون زندگی بدون سختی هیچ معنا ندارد. 3. من باخت را دوست ندارم و پذیرش شکست برایم سخت است. من برای برنده شدن در تمام بازی‌ها می جنگم و تمام تلاشم را برای ارائه بهترین عملکرد به کار خواهم گرفت. امیدوارم بتوانم نیمی از عملکرد رونالدینیو و نیمار را در بارسلونا تکرار کنم. 4. همانطور که هر شادی زودگذر هیچ غمی هم دائمی نیست. همه چیز در زندگی میگذرد. لحظات خوب و بعد گذرا هستند. رافینیا دیاز در سال 2013 برای اولین بار با عشق زندگیش و همسرش ناتالیا رودیگرز ملاقات کرد. ناتالیا رودیگرز متولد 3 دسامبر 1996 در برزیل است. وی اکنون 26 سال سن دارد و یک اینفلوئنسر اینستاگرامی هست و روزانه لایف استایل‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام به اشتراک می‌گذارد. ناتالیا که به تایا مشهور است با 800 کا فالوور در اینستاگرام یک از لایف استایل‌های محبوب برزیل میباشد. وی به مدت 9 سال با رافینیا دوستان صمیمی بودند. در سال 2021 رافینیا پیشنهاد ازدواج به تایا داد و تایا بعد از 1 سال پیشنهاد ازدواج رافینیا را با ازدواج کردن با او داد. ناتالیا و رافینیا بعد از مدت 1 سال بعد از ازدواج در سال 2023 صاحب یک فرزند پسر به اسم گایا شدند. رافینیا در مورد همسرش تایا در یک مصاحبه گفته است: واقعیت این زمانی که با هم آشنا شدیم من نه پول داشتم نه ماشین نه هیچ چیزی دیگره. حتی خوشگلم نبودم و خیلی بدتیپ بودم. اون موقع نه فوتبالیست بودم نه درآمد هنگفتی داشتم. ولی اون من را دوست داشت. اون با دوست داشتنش به من امید داد، به من انرژی داد، به من نیرو عطا کرد تا بیشتر و بیشتر تلاش کنم تا به یک زندگی رویایی برای خودمون بسازم و بالاخره موفق شدم. به خودم تبریک میگم و میخوام از همینجا به همسرم بگم عشق اول و آخر من تا ابد تویی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشد و مورد پسند شما عزیزان باشد. امیدوارم منو حمایت کنید و از کانال یوتیوب ما بیشتر بازدید کنم.